سلاو تماشاوان و بینرین هیجا امبر به کنگره ریخستان یکیتیا جوان دموکرات آ کردستان ایرانی و تا دهمین کنگره و دچن لوی در حقیقه ما زنجیره ها پیوینک بیک آنینه و امی دگل وان کسین کو بری سکرتری وی ریخستنی بونه اونها سکرتری وی ریخستنی نه و هر وسا او کسین کو که دو زحمتین به هم پا دوی ریخستنی دکشاندنه به بینرین هیجا ربن لسر مجارین وکی یکیتیا جوان دموکرات آ کردستان ایرانی لسر هشیار کردن جوان کرد لروش حالات کردستانی چند کارینه باندوردار بن و هر وسا لسر جوادگه ها کردستانی لسر کمک پرسیارین دنیش هنکو امی به بینرین هیجا ربن دوی در حقیقه ام دگر دارا ناطق سکرتر بری یه ریخستان جوان دموکرات آ کردستان ایرانی و هر وسا چالکوان سیاسی لدروی ولاد لری گایا اسکایبی به وبینارین هیجا ردبن. که دارد تو بخیر هاتی سپاس کو تا در فدات دا او به ما او بینارین هیجا ربویم. گلک سپاس جبوا و جبو تماشاوان هیجاین تیشک تیوی و لوی در فتیجی مفاهی واردگریم و بری هر تشتکی پیروزبایی دست بیکرنا کنگره یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایران لوی سازی دکم و هیوی دکم کو او کنگره کو پاشرو نزدیک ده تکرنه کنگره به باندور او شویندانر به لسر پیواجوا بر به پیشوا چونا خواتا جوانان در حالات کردستان چه دواری سیاسی او چه دواری صنفی ده. سپاس که داره هم لدست پی کافی برنامه لسر هم پرسیاران دست بکن لی دست که ام لسر وی مجاری دست بکن چالاکین یکیتیا جوان دموکرات آ کردستان ایرانی ده سالم بوری لروش حالات کردستانی و دنها تو چا دنرخینی بیشک یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی و یکمین سازی صنفی و سیاسی ده روش حالات کردستانی کو لدماخا لسر دست بیرمند و زانای نتوا کرد پیشوا قاضی محمد و دما یکمین دولت مدرن کردی آنکو کمار کردستانی تی آوا کرن وی سازیه دوی دمی و حیانها دوار دقاد خبات و تکوشین گلک چالاکین برفره چه در روش حالات کردستانی او چه در وی ولات بری و برنه دنها دو ده او به طیبتی دوان چند سال بوری ده ام شاهد وی یکی بونه کو یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی در روش حالات کردستانی با اوایی که بردوام لگل نفشانو و جوان در روش حالات کردستانی ده تیکلیو پیوندیان ده بونه او وان جوانان او به ریبریا یکیتیا جوان دموکرات در روش حالات کردستانی کارینه به طیبتی ده ارگانیزه کردن و ریخستنان هن مشن نرازی بونی در حق به سیستما دیکتاتور و دژمروی یا رژیم کمار اسلامی و هر وان لوار هشیار کردن جوانان د آستا سیاسی د آستا نتوی و د آستا آزادی خوازی و لعینی دمه دجی بری و برنا کمک چالاکین پروردهی لگش بوار صنفی روشنبیری هنری و به طیبتی لسر هشیار کردن صحه نتوی و اراده برخودان دنوا جوان آزادی خواست در روش حالات کردستانی امدکارم بیجن کو خباتک باش و برفره مشان یا کو جهه ریزگیتن و پیزانی نیه که اداره تباست هشیار کرنی کرد یکیتیا جوان دموکرات آ کردستان ایرانی چند کاری لسر جوان روش حالات کردستانی لباری هشیار کرن آوان ده باندوردار به و چند کاری باندور لسر واندانی بیشک یا کوتو دبینی ایرو روژه پیل نفشا جوان و جوان آزادی خواست به صحک شورشوانی و نتوی تولی ریزن شورشگیرن دموکرات و توی رفع آزادی خوازن گل مدبن در خریب راستیه کو یکیتیا جوان هاودم و هاوپار توی سازین دنیین صنفی و سیاسی و نتوی در روش حالات کردستانی کاریه لسر جهل برنا آستا حشیاری سیاسی و نتوی دنوا جوادگاه روش حالات کردستانی به باندور به یکیتیا جوان دموکرات به صح کرن به وی یکی او به وی برپرساتیا دیروکی و یکی باش دزانه کو حیا گلی کرد به ویست خواسته خواهی سیاسی و نتوی نگیجه حیا کو گلی کرد روش حالات کردستان ده نبه خودی سروریه کی نتوی
و دولت کردی آنکو کیانه کی کردی در روشحالات کردستان پیک و نه جوان کردی نکارن گوره کی حوجه به بیست خواستین خواهین سنفی بگیجن لما دوی باره و بری هر تشتکی حرفین رژیم کمار اسلامی د پیغام گیشتن به مافی نتوی و سربریه کی نتوی د چوارچوه ایران کی دموکراتیک و فدرال یک جوان استراتژی یکیت جوان دموکرات کردستان ایرانیه او پشتجی پرورده کردن و پیگاندن آرلاوان دکش بارن وقت مبحث کرد دواستا نتوی دواستا سیاسی و دواستا روشنبیری خبات سرکی یکیت جوانن که دوان چند سال در بازوی ده کاری دوی در حقی ده بباندور با بله که دارد تباسا پروردهی کرد یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی بو جوانان لروش حرارت کردستانی لئیرو روژه حوجهی به چه پروردهی که هیا کو بکاره د پاشاروجی دل کردستانی رولکه سرکه بلیزه و رولکه سرکه هبه بیشک هر وقت اندزانن نفشاد جوان هیزا داینامو و پیشنگه د جوادگه بو هر گوهردنه گو چه د ایرو چه د پاشاروجی ده وره پیشه دوی در حقی ده جی یکیتیا جوان به حسکردن به بدپرساتی بیشک به تایبتی دواری هشیاریا سیاسی و نتوی و به تایبتی او پیلان و کمپلوین که رژیم در حق به آلوده کردن جوانان به هم دیاردین دزی و کمالایتی و او پیلان که رژیم به تایبتی در حق به آسیمیلاسیون کردن جوادگاه کردستان چه دوار فرهنگی چه دوار روشنبیری و چه دوار سیاسی و نتوی ده لکش وان بارانات تدبینی رژیم به بردوامی حول داده که جوان کرد دوی ریرا و آزادی خوازی و سیاسی و نتوی لا بدن و به هن دیاردین دزی و کمالاتی و مجول بکن دوی در حقیقت به باور من یکیتی جوان دموکرات در بازبوی ده بدانان هن دوره پروردهی کاری هن هشیاری باش بده به جوادگی و جوانان لی او یک کفایت نکه و حوجهی به برنامه به باندورتر هیا که هیوی دکم ریبریا پاش کنگره ده دوی در حقی و به حس کردن به برپرساتی گاوین مجدتر که اشیار کردن اللهوان دوان وارانه و باویجه ام شیوی دکن که تباسا حلاندنی کرد تباسا آسمیلاسیونی کرد اونها هم دبینن او تشته در روش حالات کردستانی در لبرچاوه یعنی یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی لدر حق با آگهی سازی و ناسنامه کردی چه کریه؟ یکیتیا جوانان دموکرات سالین در باز بوده وکو مگود یک جوان سازیانه بوکو بو جارا یکمین ده چار پارچین کردستان لسر دست پیشوا قاضی محمد دیو آواکرین او سازیه دوی روژه او یعنی که زیده دل 7 ساله که بستر دامزاندن اوی سازیه و در باز ده به وی دمی و حیان ها مل به مل حیز پیشمرگی کردستان ده سنگره خبات سیاسی و نتوی ده بوه و دوی در حقی ده یکیتی جوان همیشه حول داره که ببه به تریبونک با دنگ آزادی خوازی و مسلومیت نتوی کرد و جوانان بتایبتی در روش حالات ناوراست و در وی ولاد ده لوی در حقی ده از دکارم بیجم یکیتی جوانان هم در روش حالات کردستان لسر زندگی کرن و بر به پیش و برنا خبات نتوی و بتایبتی اشیار کردن لاوان دوار ناسنامه نتوی ده گاویم بباندور آوید نو حول داوی یکیتی ده اصلا نو نتوی ده به تکیلی گیتن و پیوندی گیتن به وان نواندن خودی بریار و بباندور ده اصلا دروده دوزا گلی کرد او کیشه و آریشین که ایرو روژه جوان کرد در روش حالات کردستان لسیا رژیم اک دیکتاتور و کمار اسلامی لگلی بربرونه دنگی وان بگینه به جوادگاه نودولتی تباسا جوادگاه نودولتی کرد هر لسر وی مجاری دواری پیوندی آنده یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی هوشان دگل حزب دموکرات دکاره چه رولاکی بلیزه که دوزا کرد لروش حالات کردستانی بگیجنه به دنیای در و
به باور من هر اوا کو د سالن در بازبوی ده هاتی کرین او ل سالن پیشیا مدج ام دکارن بیژن یکتیا جوانم به زیادتر خواری خستن به تایبتی د استا در وی ولاتین اروپی امریکا کانادا استرالیا لگشوان ولاتانه ده به زندگی کرین و چالاکتر کرین اکتیو کرین کمیته خوا او به تایبتی بهینانا کومک جوان اکتیو خودی بریار او لعینی دمیدن کسی پیگهشت و پرورده کری بو کو بکار بن تیکلیک لگل نواند بریار او لعین دمیدش او نواند کوکو انترناسیونال سوسیالیست یا تایبت به جوانان او گلک نواند دیگه این تایبت به جوانان کو تیکلیکلم بیزاری کردن دوان تریبون نو دولتی ده حوشان او خوا حوری خستن تبی کمیته حزب دموکرات لدر وی ولات به باور من دکانه وی خباتی با اوای کی باش بمشینن او دوزا گل کوجی لاست در وی ولات زیلاتر بر به پیشوا ببن گلک باشه تو روشا جوانین ل ایرانی او نمازه ل کردستانی تو چه دنرخینی و هر وسا جوان چه دکارن آلوگوری بسر وی روشه ده بینن بیشک تو دبینی مخابن زیده تل 40 سال جده سالاتداریا رژیم کمار اسلامی به هگر وان سیاست دجیمروی و گندلکارانه به تایبتی ده نوخوا ولاد ده بیا صدمه وی یکی که جوادگاه ایرانی بگشتی و به تایبتی نفشا جوان ده چوارچوه و سیستم رژیم ایران و ده چوارچوه ولاتی ده تو ایویک به جیان و به پاشروج خوانین و به تایبتی جوان کود روشحالات کردستان دنه دبینی بخوابن لجیسیا رژیم کمار اسلامی ده دیارده معتاد اعتیاد جهلچونا آستا طلاق دنوا جوانان ده به تایبتی دنوا نفش جوان لعین دمه ده دبینی گلک دیاردین بکو بیکاری نبونا دلیوه کار و گلک آستنگو آریشین کو ایرو روژه جوادگر لگلی براروه و ساله که یک و ادی نفشا جوان روژ بروژه توشی خموکی و بیهیویتیه ده به ده چارچوه و رژیمه ده بوینده ام ده بینه که پشکه که هر زور جوه پتانسیل آزادی خواست جوه پتانسیل اکتیو یا د جوادگی ده یان بر به در وی ولاد ده چند یان تولی یعنی به شانازی به افتخار و به صحه شورشگیری و نتوی تو به ریزن شورشگیر و آزادی خوازان ده بن به مرامه کو بکار بن همو به یگیرتی و هودنگ بر به آوکرنا جوادگه کی دموکراتیک و تیدا ویستو خواستن همو جوانان پراکتیزه بیت کرنی بر به اواکیو ببنو همو به هور حول بدن کو به اکتیوونو به روجبون ده قاد خبات ده روج به روجه لهمبر و رژیمه در را بواستنو از باورم کو تن ریا حرفاندن و رژیمه هادن روژه و پتانسیل جوان که خودی اراده که شورشگیری و آزادی خوازیه دکاوه و رژیمه بر بنمانه و ببا و سیستم که دموکراتیک و گلی ده ایران ده جگیر بکه هر او جوانن که تباس کرد تین تولی هیزین شورشگیر دبن و هر وسا تولی ریخستنین وکی یکیتی جوانن کردستان ایرانی دبن وان جوانان چنده کاری لسر جوادگاه کردستانی باندور دانین و باندور دار بن دوی در حقی ده بیشک وقت ما دست بک آخوفتنی خودش گون وی سازی به دانانا هن دوره این پروردهی به تایبتی لدر وی ولاد کو اند بینن کمیته یکیتی جوانان لدر وی ولاد کمیته بری و برید کردستان ده با آوایی که بردوام دگل نفشا جوان ده پیوندی دنه هبونا وی نفشه و بروجبونا وان ده قاده خبات ده و جهل چونا از ده هشیاری سیاسی و نتوی پرورده کرن وان جوانا بیشک کاریه یعنی جوان زیده تر به دور آرمانجین پیروزه یکیتیا جوانان و به تایبتی حزب دموکرات کردستان و ایران که یکیتیا جوانان همیشه او حزب به پیشنگ خبات رزگاری
رزگاری خوازی و آزادی خوازی در روشحالات کردستان ده زانیه و یکیش از دکارم بیشم دوی در حقیقه باندور گلک ایجابی به جکوم کردن جوانم به دور برنامه و آمانجن یکیتی لان و لعینی دمیده حزب دموکرات کردستان ایرانی ده ببن. وکی داوی پرسیار و داوی پیشنیار کنگره لاوان گریدانا خباتا چیا و باجار لجیر سلوگانا لاوانین یک گرتی هزا سرکوتی تو چه دبیجی بووی سلوگانی و تا چه قصه یکیه بو کنگره یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی و تا کنگره دهمین بشک لحو گریدانا خباتا چیا و باجار و دگره سلوی فلسفه و بنما حرکت راستان کو چند سال برینه به پیشنگ حزب دموکرات کردستان و ایران دست بکر و گاری پشتی حیامک دور و دریج بیدنگی کو بال بسر بزا و آزادی خوازی لروشحالات کردستان کیشاب و تدکاری بیجی توگر آزادی خوازی در روشحالات کردستان با آوائک لپراویز کرده بو وی حرکتی کاری جاره گیدی که رح و حیویه کی بده ببروی پیواجو آزادی خوازی در روشحالات کردستان و سلوگان یکیتیا جوان دموکرات کردستان دوی در حقیق به الهام ورگردی جه حرکت راستان از دکارم بیجم هاتیا روژوی و بیشک پتانسیل شورشگیری و آزادی خوازی لچیا حودم و یکیتی تاوی به پتانسیل آزادی خوازی و خودی باندور در روشحالات کردستان ده هر دو به یک رد دکان تواوکری حوبن و پشگیری حوده بکن جبو بر به پیشو برنا و خباتی او از هیوی دکن که کنگره ده یا یکیتیا جوان دموکرات به حلسانگاندنه که هورد لسر روشا ایران بگشت و روشحالات کردستان به تایبتی هر بستان نرخاندنه توان گوهارتنین که در روشحالات ناو راست دینه پیش به برچاو گرتن هموان آلگورانا و هن بریاریم به باندور که کاریگریه که راست راست لسر بر به پیشوچونا خبات جوانا به تایبتی خبات آزادی خوازی سنفی و نتوی در روشحالات کردستان ده هیا بده و هوی دکم دوی در حقیقه ام شاهد زیده تر اکتیو بونا و نوشه و به تایبتی هن کسین پرورده گیری و انسان کو بیجم دکارم لدهاتی ده ببن به کاریزما لسر راوتا پیشوچون اوی خباتی ده لکنگری ده بین آستا ریبریا و سازی و اخوابو هن حرکت به باندورتر و مستر ده پاشروژه ده آماده بکن. گلک سپاس داران ناطق چالکوان سیاسی لدر ویوالات کتب مربوی. سپاس جواره و سرکوتی بن. تماشانو بینرین هجا ام بوی آوایج گیهان داوی برنامه هون تماشاوان و بینرین هجا لدر حق داوی کنگره یکیتیا جوان دموکرات کردستان ایرانی واتا دهمین کنگره هر پیشنهار رخنه یک و تشتک هبه دکارن لریاتورین جواکی وکی واتساپ تلگرام و ایمیل بومه بشینن حتی برنامه یکیدن اون ببینن دنا خیر و خاشیان ده